مرکز تجارتی ازبکستان در شهر خوجند در همان بنای به کار سر کرد که قبلا در اختیار اتاق تجارتی ایران بود. نمایندگی تجارتی ایران در خوجند تابستان امسال بسته شد. مراسم افتتاح مرکز نو روز 7 اکتبر صورت گرفت. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند گفت که سفیر ازبکستان در تاجیکستان در جریان افتتاح این مرکز حضور داشت و از نخستین خریداران آن بود. به قول او شاه قاسم شاه اسلاموف از نرخ‌های دسترس مرکز اظهار حیرت کرده با 75 سامانه کرته و میانبند و گردنبند خریده است. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه قاسم شاه اسلاموف هنگام سخنرانی خود گفته است که تاشکند طرفدار رشد همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی دو کشور است. او رسما از رئیس مرکز تجارتی ازبکستان در خوجند ایوب فاضلوف خواسته است که نرخ‌ها تغییر نیابد بلکه فعالیت شفاف و با امر دل و وجدان و با نظرداشت آبرو و اعتبار کشور صورت بگیرد. شاه قاسم شاه اسلاموف در ادامه گفته است که از 10 تا 14 اکتبر امسال در تاشکند با هدف تحکیم روابط‌ها با حضور بیش از 500 نفر هنرمندان روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان برگزار می شود. اطمینان دارم که مناسبت‌های ازبکستان و تاجیکستان من بعد نیز منتظم و باثبات به منفعت مردم دو کشور تحکیم می‌یابند. معاون اول رئیس شهر خوجند خیرالله غیب‌الله نیز این تصمیم را به منفعت مردم ارزیابی نموده گفت مقامات مرکزی ولایت سوخت آماده‌اند با نظرداشت عنعنه‌های تاریخی از همه امکانات‌های موجوده برای تحکیم و گسترش همکاری و حسن همسایگی استفاده برده شود. مقامات پلات سودا و صنعت ولایت سوخت گفتند که تأسیس مرکز سودای ازبکستان 3 ماه پیش هنگام برگزاری نمایشگاه مال و محصولات این کشور در سوخت اعلان گردید. غیرت قابلوف معاون مدیر پلات سودا و صنعت ولایت سوخت گفت مرکز سودای ازبکستان برای هماهنگسازی همکاری‌های تجارتی میان دو کشور تأسیس شده است.